بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادرانی علی اسلام مولا دملو خطیب در موضوع تشبس‌های تاجیکستان در مسئله آب و قبول شوی آن در سازمان ملل متحد و چندین کنفرانس ها و واخری های سطح بین المللی در تاجیکستان و خارج تاجیکستان و در خود مجمع سازمان ملل متحد، این همه خدمت ها با پیشنهادی مخصوصی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان این همه برگزار گردید. مهم اساس از این موعظه ها چی هست؟ چرا این موعظه ها می شود و چرا ما یعنی به یاد می آوریم و چرا بین نمازگزاران این همه می گوییم؟ به خاطری که هر نعمتی، حالا یک خانه آرام، خانه آباد و پدر و مادری مشفق و مهربان نسبت فرزندان و فرزندانی که نسبت پدر و مادر احترام دارند، یک خانه که پر از معنویات و آرام و آسوده، هم پدر و مادر هم فرزندا همه خشنود و خوشحال، همیشه تبسم و یکدیگر فهمی و یکدیگر قدر کنی و یکدیگر احترام کنی در اون عائله وجود دارد. این یکی از بهترین نعمت است. حالا اون پدر مادر باشد یا اینکه فرزندانی باشند از اون همین عائله نمونوی که در بیرون اگر هر چقدر مشکلات و وزنینی زندگی و مسئولیتی وظیفه‌داری منصبداری هم داشته باشند و مشکلی و مشقت بیرونی هم زیاد داشته باشند، با مجرد داخل شوی اون خانه در خانه‌اش یک فضای خیلی مساعد، فضای آرام، فضای آسوده، احترام، قدردانی، یک نعمت بزرگ که وجود دارد، همه اون مشکلات های بیرونی خانه با مجرد داخل شدن خانه و یک فضای آرام این همه رو رفع میکند و این یکی از بهترین نعمت ها هست و هر نعمت باید شکر شود. هر نعمتی میخواهید که هیچ نعمتی از پیشت نرود، همیشه بگو پروردگارا شکرانت که خانه دارم، پروردگارا شکرانت که زن دارم. حالا همون زنی که در سرت چارمغز میشکنه، هر وقت بگو پروردگارا شکرانت که به من زن داده، هدایتش کن، دعا کن در حقش، شکرانت کن پروردگارا زن دارم. خب بعد از خانه کس پروردگارا شکرانت که زن دارم، حالا هدایت، حالا که این آمد و از اون زن فرزندا آمد و هدایت اون زن برای پروردگار چی مشکلی دارد؟ حالا شب ساعت 3 بخیز، 1 ساعت پیش از صبح صادق. معامله بنده با پروردگارش مثل معامله کودک با پدرش است. حالا کودک چی میگه؟ بابا یا چیز دادا ماشین چه بخر، ماشین چه بخر، بعد میگرید، بعد میخرد اون پدر. معامله بنده با پروردگار مثل کودک با پدرش باید باشد. آخه شب ساعت 3 بخیز گریه کن، پروردگار خانه‌ام رو آباد، زنم رو صالحه و مصلحه، فرزندانم رو اسلام، فرزندانی نیک، سبب روشنایی چشم افتخار دنیا و آخرت هم بگردان. برای پروردگار مشکل است؟ نه، آسان است. حالا میبینیم بعضی از جوانها که من زنگی رسم کرد، بابای دملو یک دعا که زنی صالحه و مصلحه و نیم شب بخیز دعا که گریه کن، یا این که از حرام و حرج و فسق و فجور خودت رو نگه بدار. ببین پروردگار چگونه زوجه برایت نصیب روزی میگرداند که یعنی بهترین نعمت نصیب روزیت میگرداند. باید بنده مؤمن همه این نعمت رو باید شکر بگید. پروردگار شکرانت خواند و قبل از همه پروردگار شکرانت که هدایتم کرده ای. حالا در یک محیطی که سنگ است، خار است، نمیدونم که حالا بعضی منطقه ها سنگ است یا که خار است، کوه است، نمیدونم سگ است، خر است یا که گاو است، میرد پیشش سجده میکند یا پیشابی گوبر رو مینوشد.
این بهترین نعمت هدایت است. بگو که پروردگار رو هدایت هم کرده، پروردگار رو شکرانه هدایت، شکرانه ایمان، شکرانه اسلام که سر تو سر پاکی، پاکیزگی، تازگی، اخوت، محبت، برادری، دوستی. از اینجا خودت رو تاکید میکند که فرزندانت رو تربیت کن، از اونجا فرزندانت رو تاکید میکند که پدر و مادرت رو آزار مده، احترام کن. از این دیگه نعمت بهتر هست؟ چند هزار نفر اینجا میاد، هیچ کسی رو آزار نمیدهد. چرا؟ از خدا میترسد. چند هزار نفر میاد اینجا، همه با بو، با عطر، یعنی چی، و خوشبویی و دیگر. اگر با همون اسکیای بوگینیشون یا که تگ بغل بوگینیش میامد، نفس گرفتن نمیشه در اینجا، در این چند هزار نفر که جمعه میان نماز میان، لباس تازه پاکیزه، سر و منگل باشد، خوشبویی و تازگی و آزادگی. بیت سجده کنید این مسجد ببینید، اگه بوی وجود دارد؟ نی، بوی خوش. این نعمت نیست؟ همه این نعمت رو باید شکر گفت یا نگفت؟ حالا این مسجدی که پر از نمازگزار هست، نتیجه چی هست؟ این باید شکرگزاری کرده شود یا نشود؟ نتیجه همین خیرخواهی پیشوای ملت، همین دولت و حکومت ما و شما. حکومت دولت کی هست؟ ما و شما، مردم. رهبر خیرخواه ببینید از مقامات میان اینجا به خاطر که هیچ نمازگزاری آزار نبیند. حالا این نظام، این آرامی خللدار نشود، خیر و برکتشون دهد. من در یک دعا کردم، پروردگار و همینایی که از مقامات هستن اینجا میآیند و برای آرامی ما خدمت میکنند و دیگر دعا کردم. یک نفر در بیرون خپید من رو که تو از خدا نمیترسی برای همین دعا میکنی؟ چی گناه دارن این بیچاره ها؟ چیکار کردن؟ تو را من کردن، از گریبانت گرفتن که مسجد داخل نشو، یا که نظارت کردن که تو آزاد بروی مسجد نماز بخونی، بروی تینج و آرام، هیچ کس آزار و ضررت ندهد. در که آزار و ضرر ندهد. خب این خدمت است یا نیست؟ حالا در همون گرد کعبه ببینید، مامورا و مقاماتایی هستن که نماز، حتی در وقت نماز بین صفا و گرد کعبه ایستادگی هستند، پشت به قبله، پشت به کعبه. برای چی؟ برای نظارت و آرامی همون نمازگزارا و حاجیو. این رو باید قدر کرد. برای فهم و درک این باید عقل در کار است، که فکر عقلی بی‌غرض، قلبی بی‌غرض، قلبی پاک. برای همین مسلمان ها همیشه دعا میکنن که پروردگار رو نیت ما رو نیک، قلب رو صاف و پاک، عمل رو صالح بگردان. در همین صورت مؤمن خیرخواه و خیربین و دوراندیش و خیراندیش می شود. اگر غرض در قلب آمد، سر تا سر حیات خودش رو می سوزد، حیات دیگران رو می سوزد، حیات همه رو تباه میکند، تلخ میکند. نمی بینیم بعضی خانه هایی که به هیچی به سبب خانه اش رو تلخ، خانه اش رو متهم خانه به یک متهم خانه تبدیل می دهد. در نتیجه چی؟ در نتیجه عقل رو استفاده نکردن، دوراندیش نبودن، خیرخواه نبودن، بدخواه بودن. همین بدخواهی بین حتی همون زن شوهر همون خونه رو، یعنی تلخانه و جهنم تبدیل میدن. برای همین این همه معنای اون رو دارد که ما شکر از تمام نعمت‌های پروردگاری کنیم که این هم یکی از نعمت‌های الهی است. که یک کشور جنگ زده، تمام تباه شده، همه سرسانی سرگردانی، از میلیون زیاد آواره و سرگردان از منطقه و به منطقه دیگر یا حتی به خارج، و آرامی و آسودگی وحدت ملی، این همه رو باید همیشه قدر کنیم، همیشه باید شکر بگوییم، همیشه باید دعا بگوییم. امام علی رحمت الله علیه میگویند که من اگر دعای قبول میشده میداشتم، دعای استجابت شونده میداشتم، من همیشه برای امیرا، حاکما ذخیره میکردم، در حق اونها دعا میکردم. چرا که کامیابی اونها، کامیابی این 10 میلیون انسان در که اینجا زندگی میکند، کامیابی اینا است. دعا کنیم پروردگارو همه روز رو با برکت، عاقبت رو نیک، بخیر، مبارک. این روزی سید جمعه رو پروردگارو مبارک، جمعه و نماز ما رو به درگاهت قبول بفرما. همه ما را انسان‌های مفید برای خود و مفید برای اهل و خانواده و فرزندان و پدر و مادران خود، و مفید برای اهل و خانواده خود، و مفید برای کشور و وطن و حکومت و برای ملت خود،
و مفید برای اسلام و مسلمین همه ما را مفید بگردان، بی ضرر بگردان. هرگز پروردگار از ما کسی ظلم نبیند، ضرر نبیند، آزار نبیند، همیشه منفعت بیند. پروردگار تو قادر و توانا هستی، همه ما را از بندگان صالح مصلح نکوکار مفید منفعت ناکت بگردان و کشور ما را همیشه آرام و آباد، پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا و پیشوای ملت را در تمام کارهای خیر، پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. خصوصا همه حاضرین را در پناه اسمتت نگه بدار، همیشه با نظر خیر و برکت نظر رحمتت نظر کن برحمتک یا ارحم الراحمین.